شنیدم ز پیران و اسلاف خویش به تاریخ حدوداً 1000 سال پیش به دوران دزدی و سردرگمی به دنبال آسایش و مردمی يلا شهادة كل ده بزر زمان شو ده زمان يلا بنا زمان يا بوزر وصلوا مكانه خير جو خدنا بيني ما شاء الله خير جو خدنا بينا خير جو خدنا بينا به کوچ آمدند مردم از هر طرف که هر یک به کاری و شغل و حرف به چشمه و رودی شدند هم نفس که اینجا نبینند دیگر جور کس به یمن چنین چشمه و آب و رود بر آن نام رویدر نهادند زود چو 300 گذشت عمر آن از قضا به قحط سالی افتاد به چنگ بلا شد افزون بر آنش هجوم ملخ بخوردند ز نخل و کنار و الخ دی گوشت نمیده چینی بخورم گوشت مردم حالا جار کوکاین بده برو بابا آره دی برو برو بخور برو یه لقمه خوراک بخور برو خوراک خاش نیم ده اگه خوراک خاش نیم و بیچ خواهم دنگ بگه کته خاش مونی هیچی خوراک هیچی تخونه نیم هیچی نیم همه نمی توی ده چی بخوری و گوه نیم بوشیه بله گوه اونو که دنباله ده گوه نتام
شدند در بدر مردم از این دیار، نه صبر بر گدا ماند و نه شهریار. نوشتند بر چشمین یادگار، بر آن کس که افتادش اینجا گذار. مپندارید که ماها هیز بودیم، ملخخواری گرفت بی چیز بودیم. گذشت آن زمان و دیگر بار ز نو، به آبادیش پا گذاشتن جلو. ز اطراف و اکناف این سرزمین، خردمند مردم به تقوا و دین. دو بازمانده از رویدرات قدیم، رئیسی و بعدی که نامی بریم. مزارع عالی و ایل و تبار، بماندند و ساختند به عشق دیار. همی تیره عالی جعفری، ز لار آمدند میری و باقری. دیگر زاده و آل خورشید بود، ز تودرو و گوده بدینجا نمود. مسیحی دیگر تیره رویدری، ز باشتوب و چاهزن بگردید بری. دیگر آل آخوند و ایل و تبار، ز چاهزن گرفتند بدینجا قرار. دیگر تیره قاضی آمد چنان، ز کرمستج و سورمند بیگمان. محمد حسن تیره دیگری است، که خور بودشان قبل از آن جای زیست. دیگر تیره شیخی اینجا شدند، ز اطراف بستک بدینجا شدند. شنیدم چنین از سفیدان ریش، شد این واقعه 400 سال پیش. شدند اولش ساکن گل زرد، به همت یکی آمدند زن و مرد. نشاندند درختان نخل در زمین، شدند بانی رونق سرزمین. زمین را زدند شخم به بازو و خویش، بخوردند همی نان بازوی خویش. فرود آمدش رحمت از آسمان، دمادم رسید نصرتش هر زمان. ز خرما و گندم و سبزی و جو، زمین گشته خرم سما گشته نو. شد اینک چنان مال و نعمت زیاد، که بردند همی فقر و قحطی زیاد. کنون شهره گشته به شب همچون نور، به شهرهای نزدیک و اقصای دور. همین شهرتش شد بلایی به جان، هجوم کرده از هر طرف رهزنان. دگر باره از هر طرف شبروان، بتاختند بر این ملک و این مردمان. یکی مهتر شبروان بود و خان، همو شهره با نام داراب خان. سبیل تا بناگوش چو پیل دمان، به هر سو نهاده 2-3 دیدبان. 13 تا چریک مسلح بداشت، کلاهی و حکمی چنان شه بداشت. به غفلت و وحشت و زوزه تیر،
ببردن به تاراج که حتی حسیر. ساکت بابا زنه کاری نداری بابا زنه بچه کاری نداری بابا زنه بچه کاری نداری باشا کار نداری میشین برو جار خود بزن برم مردم بگو بند خیز بگو بید دوزنده برفتند همی مال مردم به دوش، رجال را رگ غیرت آمد به جوش. یکی برگرفتی به دوشش تفنگ، یکی دست بردی به چوب و به سنگ. برفتن به تعقیب نامردمان، ز خیل یلان جمله چند پهلوان. رسیدن به دزدان در آن سوی دشت، زمین و زمان بهر خصم تیره گشت. ز سنگینی گام مردان ما، بشد مزه چون گرد و خاک سما. ز هر دو طرف نعره میزد تفنگ، یکی بهر نان و یکی رفع ننگ. تو گفتی که مردان ما اشتها، به زین کرده اند و برانند به پا. چنان آتشی در زدن در عدو، که در خاک به غلط آمدن چون کدو. چو دزدان بدیدن چنان همتی، گریختند گروهی به پای پتی. چنان لرزه افتاد بر اندامشان، که رستم بدیدند و گرز گران. چو پیکار با خصم به پایان رسید، شکست در سپاهش نمایان رسید. شد آخر نتیجه به پایان کار، ز هر دو طرف کشته و چند فگار. بریم برد ای خدا جنت نصیب ای خدا سالم شده بریم خدا چی نجالی؟ خدا رحمت بکن خدا جنت نصیب بکن انشاءالله. سوختم مردم از برقم کجایی؟ اسفندیار کجایی؟ گرفتارم کرد تو بیامون بیا بله یه تکی گرفتارم کرد که سوختم مردم. خدایا تو رحمت بر ایشان نما، بیفزا به صبر و بر ایمان ما. شد این تجربه تا شوند دست به کار، که شاید بیاید دیگر نابکار. بساختند دو سه برج و بارو حصار، به پاسداریش جان خود را نثار. این یالا نو بخون هر سال مال سر خراب است گرفتار شو گرفتم مال ملال پاک جمع کن نچه هیچ ما دست مناگر تا سر سال گرفتار شو گرفتم. من گفتم که خوما باید همه چی بکنم ان شاء الله یه دفعه بعد از که کاربار خوما جمع جور مکه و یه خورده دستبالمون خالی بود پاک جوانیا مردم جمع بکنم و چم یک برجی درست بکنم ان طرف کمه ان رو ان طرف
کمه من طرف بسته بلندی هم کله بلند میکی یک برج میکی نک بکنم یک کمه پری که یک دو تا آدم مگر اینکه کشی کردن لولش ده بله چرا؟ چی بوده بشه؟ دیگه یا هونه ها چی؟ یا هونه می دوزی ها دوز کابه دوز نجاری خب میور من چیز من رها از حالا ها ها نه بلانی تبارسل حالا بدیم بگو دوز نفس دیگه بچه‌ها ماله اون نش ماله ها تفنگ شو باره میاد هون زندیا 4 5 نفر سنا 4 5 تا ها جلی بی جلی تو برو تفنگ باز بیا برای ده پشت ده برای بس با جلی اما چی بکنم خود برو تفنگ باز بیا کی بکنم کم بگو حالا سری ها بگو بی سیکون شما اکی گیر بکنید ده گیر بکنید که مواظب بیچار بینم مواظب بیچار که دیگه غافل مونه کنه مثل هدفه از دین حسین هدفه برا خونه دیگه غافل مکنه گرفتار در من ها غافل غافل نمی پد پیشتو اره خود بیر خلو ها به من چه برم شما غافل سخت با خود بگیری که اما شما دیگه شاپ سفرت یا هی 4 5 تا خلو که من شاپ سفرت دل دو سخت بگیری دیگر سارق آمد که خانباز بود ز بحر شکار همچو شاهباز بود به دنبال او چند چریک قدر به گردش به گردش چنان که قمر طمع کرده بر خاک روی در چنان ندانست به پایش نشیند گران به قصد فریب دوره بر رخ بزد به جادوگری عقده بر نخ بزد خبر چون رسید در دلیران ما پلنگسان جهیدن دلیران ز جا سلاح بر کف و هم قطار فشنگ برفتن به پیشواز به میدان جنگ نشستن به راهش همی در کمین نشستن به راهش کمین همچو شیر به قدرت جوان و به دانش چو پیر ولوب بله ارواح خدا بخش صدا کنه بریم که شوه ای بله خدا بخش خدا بخش خان میگه بیا بریم که شوه شدن چون مقابل سپاهان خان به باران تیرشان بریدند امان یکی رفت نشانه سوی خانباز که هر سو برفتی به تاخت و به تاز رها کرده تیری ز لول تفنگ تو گویی که تیر دشاخ خدنگ بخورد آن گلوله به پای رئیس بیالود ز خونش قبا و قمیص سوار و سواری شدند سرنگون شده دشت و دره همه غرق خون شدند جمله یاران او در فرار ندیدند دیگر مصلحت در قرار خدا بخش کجایی چگونه رفتی تیر خوردم ماو یک گوره استگاه چه کنم تو چون نکوشی دارم صبر کنید صبر کنید تسلیم شدم دست نگاه بکنید بچه دارم بچم یتیم میشه
نه زخمی بود تیرش خرد دیگه کارش آره کار کجا بوده کاری بده حالا سعی کن بلندش بکنی بلندی بکنی تا ببرم من خونه این زخمی زیر اول یه لیکم باید من این پاش ها بینیم که خود تیرش خرد زیر خونه سعی کن آیا پاشم تیر خرد خوب ده نه گل نخوی که ردش کرده پای ردش کرده چی نخرده نه تو مچ نخورده تو گزکی نه تو مچ پاد نخورده تو گوشت خورده رد کرده کارش نداشت صبر کن بیا و ببین پهلوانان چطور به رحم آمدند بر حرامی به فور ولی بلعجب که آتش خشم و کین چگونه خنک گشته از بهر این چو دیدند چنین حال آن خصم خویش نشستند به تیمار آن زخم ریش بیاری آدم این طرف چارشه خانواده شه سواب نکبون شما نکبون ببینید چه نیک بوده اوصافشان به خصم گرفتار در چنگشان به مردانگی وه چه نیکو خصال گشوده بر خصم درمانده با رسید چون به اقصا نقاط این خبر نکرده دیگر هیچ دوز اینجا گذر چقدر مردمان خوبی ما اشتباه کردیم ما از بیچارگی بدبختی گرسنگی گفتن رو در نعمت زیاده ما اشتباه کردیم حاج علی چقدر مردمان خوبی رو در دارن ما اشتباه کردیم حاجی تو ای وارث ملک و این سرزمین تو ای وارث ملک و این سرزمین بیاموز ز اسلاف خویش این چنین به پاسداری از ملک و ناموس خویش نه رو در گرو و نه همتاب ریش شنو از مسافر که این کاروان نایستد بی یک دم چو سیل است روان نایستد بی یک دم چو سیل است روان